туркманисон ва алоқамандони футзал имрӯз дар шаҳри душанбе рақобатҳои даври сеюми мусобиқаи ҷоми кафа оид ба футзал байни дастаҳои мунтахаб идома меёбад. اینجا بسیار امکاناتی خوب و از وضعیت استانداردی ازبکستان گل دومی خود را به هدف میرساند. اما طوری که میبینیم این دفعه از هیئت دسته ازبکستان اکبر عثمانوف به زدن گل موفق شده است. ثانیه‌های به شمار باقی مانده است تا انجام وقتی اساسی در رفت قسم اول حساب 0-2 و با همین وقت خاتمه می‌یابد. بینندگان گرامی در نیمه یکم ازبکستان 0-2 با پیشرفت است. 0-2 با فایده دسته منتخبی ازبکستان است. و ببینید که در این هجوم اکنون چگونه به بازیگران دسته ازبکستان میسر می شود گلی نوبتی خود را به دروازه حریف روان کنند. بسیار مشکل بود در دوام چند دقیقه اخیر برای دسته منتخب ازبکستان، اما آنها در نهایت کار به زدن گل موفق شدند و گل را همانطوری که میبینیم ایلهام جان همراهیف به هدف میرساند. وضعیت خطرناک و اکنون بالاخره با شاهدی گلی بازیگران ترکمنستان میشویم و این گل را بینندگان گرامی کاپیتان دسته شیری بیرام دورداєв به هدف میرساند. بیرام دورداєв بازیگری که امروز در هیئت چهارگانه دوم حرکت کرده است. خواهد بود مخصوصا نبرد افغانستان و ایران و مهمتر از آن البته دیدار تاجیکستان و قرقیزستان. امکانات آخرین شاید برای ترکمنستان و این فرصت را هم استفاده نمیبرند. ضربه جانبی دروازه اجرا شد و بعد از صدای هشتکی داور توپ به دروازه درآمد. از این رو این گل را به اعتبار نمیگیرند. بینندگان عزیز و ارجمند، ما و شما نتیجه عمومی رقابت امروزه را بار دیگر دیده ایستادیم که چگونه ترکمنستان در بازی دوری سیوم خود مقابل ازبکستان هنرنمایی کرد و با حساب 3-1 از همتایان ازبک خود شکست خورد.